در باب اول امام بخاری اشاره به تاریخ حیض کردند که این حیض برای چی کی پیدا شد. گفتند که باب کیف کان بدء الحید، باب در این باره که کی شروع شد اول حیض، یعنی این حیض تاریخش کی است. و قول النبی صلی الله علیه و سلم، و این چنین قول پیامبر صلی الله علیه و سلم را ذکر کردند که هذا شیء كتبه الله علی بنات آدم، این یک چیزی که الله تعالی بر سر دختران حضرت آدم علیه السلام تقدیر کرد. این سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم است. امام بخاری در صحیح روایت میکنند وقتی که حضرت عایشه مادر مومن ها در مکه به عادت ماهانه گرفتار شدند، گریه کردند، برای آنکه در داخل عبادت حج بودند، ترسیدند که دیگه حج از ایشان فوت می شود، نمیتوانند مانند حاجی ها حج کنند. وقتی که گریه کردند همچون تسلیه گفتند که هذا شیء كتبه الله علی بنات آدم، این یک چیزی است که الله تعالی به دختران حضرت آدم علیه السلام تقدیر کرده، به تمام دختران آدم، خواه مسلمان هستند خواه غیر مسلمان، همه ما فرزندان حضرت آدم علیه السلام هستیم. چقدر که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که کلکم من آدم و آدم من تراب، هر یکی شما از آدم هستید و آدم از خاک است. این چیزی است که الله تعالی به دختران حضرت آدم علیه السلام نوشت. بعد از آن این قول یکم است، یعنی دلالت میکند که هر کسی که دختر حضرت آدم هست به این مبتلا هست، یعنی از او خون جاری میشه. و قال بعضهم، بعضی ها گفتند که کان اول ما ارسل الحید علی بنی اسرائیل و حدیث النبی صلی الله علیه و سلم اکثر. امام بخاری گفتند که، و بعضی ها گفتند که اولین حیضی که آمد این به دختران بنی اسرائیل فرستانیده شد. و اسرائیل این یعقوب علیه السلام پدر حضرت یوسف هستند، لقبشان اسرائیل بود، حضرت یعقوب. و فرزندان اسرائیل، فرزندان حضرت یعقوب علیه السلام در مسجد اونو نماز می گذاشتند همراهی مردها. بعض روایت هایی که سندش از مقال خالی نیست آمده است که آنها در مسجدها یعنی با مردها گویا مسابقه می کردند، بر زیر قدم هایشان چوب می بستند و قدای خود را بلند می کردند و الله تعالی آنها را گرفتاری به این بیماری کرد. یعنی که حیض دیدن، وقتی که حیض که دیدن ممنوعی داخل شدن به مسجد شدند به سبب آن نامعقولی هایی که در داخل مسجد کردند میگویند. ولی بعضی علما مانند حافظ ابن حجر جمع بین دو قولین کرده، گفتند که اگر رفت و این احتمال هم درست باشد، فقط الله تعالی همچون جزا به زنهای بنی اسرائیل مدت حیض آنها را دراز کرد، شاید 8 روز 10 روز حیض میبینند، شاید زیاده از این. و این عذاب است وقتی که 10 روز خون میبیند، 10 روز از عبادت، علاوه خصوص از نماز که رکن اسلام است، و در زمان ما از قرائت قرآن، طواف خانه، از داخل شدن به مسجد، از نزدیک شدن به شوهر ممنوع که می شود. یعنی این یک نوع عذاب است از سبب این گناهی که در مسجد کردن، به جای مشغول شدن به عبادت با همدیگر فخر کنی کردن، الله تعالی آنها را به این گرفتار میکرد. بعد از آن امام بخاری گفتند که و حدیث النبی صلی الله علیه و سلم اکثر، لیکن حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم اکثر، حافظ ابن حجر میگه یعنی اشملو، مراد کلمه اکثرو به معنای اشملو، حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم شامل تر است. این حدیث یعنی در صحیح بخاری است، یا بعضی میگه اکثرو استشهادا، یعنی دلیلش زیادتر است. این حدیثی که امام بخاری راجح کرده، یعنی اصلش این به حضرت تمام دختران حضرت آدم علیه السلام خاصی بنی اسرائیل نیست. برای چی؟
برای آنکه وقتی که همسر حضرت ابراهیم حالی اسحاق پدر یعقوب حالی به دنیا آمده است، در اون زمانه همسر حضرت ابراهیم سارا 86 ساله یا که از این زیادتر بود، از او فرزند نمیشد، عقیم بود. الله تعالی حضرت ابراهیم علیه السلام را بشارت داد که همسرشان سارا یعنی که تولد میکند. فضحکت در قرآن آمده است که مفسران میگن که فحاضت، یعنی زنی حضرت ابراهیم علیه السلام حیض دید و حیض علامتی تولد است. کدام زنی که حیض نمیبیند و تولد نمیکند. بنابراین وقتی که زنها بنابر قول اکثر علما به سن 50 که رفتند، از 50 اون طرف میگویند حیض نمیبیند. وقتی که حیض که کنده شد فرزندم نمیشود. ولی این قول غالب علما هست، ولی هستند شخصیت هایی که من مانند حضرت سارا یعنی که بعد گذشتن سن 80 تولد کردند. و ببینید که الله تعالی در قرآن مادری اسحاق را گفت که حیض دید و اسحاق پدری حضرت یعقوب علیه السلام هستند و بنی اسرائیل اینو فرزندان یعقوب علیه السلام. این دلالت می‌کند که این آیت هم حیض از اینها پیشتر بود. خب هذا شیء كتبه الله على بنات آدم، این چیزی است که الله تعالی اینو به دختران آدم تقدیر کرد. و امام بخاری گفتن که و حدیث النبی صلی الله علیه و سلم اکثر، حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم اکثر است. و واقعا این سن 50 هم نه اونقدر یعنی که 100% یگان نص صریح نیست، ولی ما هم مثلا شاهد می شدیم بعضی انسان ها را که نقل می کردن بعضی موی سفید ها از بعضی مردم ازبک تبار که وقتی که پدر و مادرشان در سن 80 باشند و اونا اگر فرزنددار شوند فرزندان خود را سکسنبای میماندیند، یا اینکه اگر در سن 90 اگر به دنیا آید توقسنبای میماندیند. این دلالت میکند که یعنی در سن 80 و در سن 90 سالگی هم احتمال حیض دیدن زنها وجود دارد و کمترینش 9 سال گفتند و احتمال است که از این هم خردتر بیند، برای اینکه امام شافعی بعضی زنهای قبیله ها را نقل کردند، گفتند که از همه عجایب ترین زنی که دیدم که بر وقت حیض شده بود این یه زنی که در 9 سالگیش حیض دید و خانه‌دار شد و در عین همان 9 سالگیش یعنی بعد 9 ماه فرزنددار شد و وقتی که به سن 19 در آمد الکی صاحب نبیره شده بود. گفتم چون که وقتی که 18 یا 19 ساله شد دخترش هم شوهر کرد و بعد 9 ماه دیگر دخترش که تولد کرد صاحب نبیره شد در ایام 19 سالگیش و این از عجایب ترین چیزی که مشاهده کردم گفتن امام شافعی. خلاصه امام بخاری راجح کردند که یعنی اولین حادثه حیض این در حضرت حوا علیه السلام است. حضرت حوا همسر حضرت آدم علیه السلام بودند. اینها را الله تعالی به جنت آفرید. وقتی که حضرت آدم علیه السلام را الله تعالی همراه همسرشان به جنت آفرید، گفت که شما در این روی جنت هر چی میخواهید بخورید فقط غیر همین درخت و همین درخت نزدیکی نکنید. شیطان آنها را وسوسه کرد. وقتی که از آن درختی که الله تعالی برایشان حرام کرده بود خوردند، بعد از آن الله تعالی پرسید حضرت آدم را برای چی خوردی؟ حضرت آدم علیه السلام گفتند که حوا برایم زینت داد. یعنی خوردن این درخت را زینت داد، میوه این درخت را. و شیطان حضرت حوا را وسوسه کرد. حضرت حوا آدم علیه السلام را وسوسه کردند. خلاصه دو کسه از آن میوه خوردن. وقتی که خوردن آنها مفسرها میگن که در شکمهایشان الکی پیشاب و نجاست که پیدا شد. جنت جای پاکی هست، آنها را الله تعالی همچون جزا بر زمین پرداخت. دیگه در زمین مهنت میکردند، مشقت میکشیدند. زمین جای عذاب است
کشت و کار را الله تعالی برایشان تعلیم داد، کشت و کار میکردن، منتظر میشدن، آب میگذاشتن، شدگار میکردن. وقتی که مثلا گندم ها پخته رسید و ای رو میگرفتن، دانه اش را از خوشش جدا میکردن، میکوفتن، آسیا میکردن، نان میکردن، میپختن، میخوردن، حالا که در جنت بی یگان مشکلی همه چیز برایشان فراهم بود. یعنی آدمیزاد همین خیل هست. وقتی که به زمین افتادند بعد خوردن آن درخت و حضرت حوا علیه السلام در آن وقت خون دیدند. بعد الله تعالی گفت که این جزا هست برای تمام دخترانت به سبب این گناهی که کردی. حضرت حوا که گناه کردند و آدم علیه السلام رو هم به این گناه تیله کردند، الله تعالی دختران حضرت حوا را به این درد مبتلا کرد. حتی روایت ها آمده است که الله تعالی میگوید که به سبب یعنی همین گناه همیشه تولدت عذاب است، حامله دارید عذاب است، بعد تولد عذاب است، شیر دادن فرزند و تولد آن و کلان کردن آن و همش عذاب بالای عذاب است به سبب گناه. و این شؤم گناه است و این کثافت گناه است. ولیکن الله تعالی ذات حکیم است. این خونی است که باز فایده های عجیب دارد. و وقتی که زن حامله دار می شود، این خون کنده می شود، نجاری نمی شود. یعنی این در اکثر احوال هست. بعضی حالت های می شود که بعضی زنهای حامله دار هم خون می بینند، ولی این نادر است و نادر لا حکم له، نادر حکم ندارد. و این علامت حامله داری هست. وقتی که زن که حیض ندید، این دلالت به آن که این زن حامله دار است. برای آن که وقتی که زن حامله دار شد، این خون غذا به جنینی زن میشد. جنین 9 ماه در شکم مادر از همین خون غذا میگیرد. و وقتی که به دنیا آمد کودک، این خون را الله سبحانه و تعالی با قدرتش مبدل به خون میگرداند و از پستان مادرش همین خون را وقتی که مبدل به شیر که میگردد، کودک شیر میمکد. بنابراین کم حالتی هست که زنهای حامله، زنهایی که فرزندان شیرخواره دارند، کودک در دست دارند، اینا زنی سالم باید حیض نبیند. ولی بعضی زنها حیض میبینند، بنابراین وقتی که حیض دیدند حامله دار میشن. حامله دار که شدند، اون شیر به کودکی نوزادشان ضرر میکند گاه، و چون که به 2 تقسیم میشود، آنی که در شکم حامله دار شد نصف آن خون به آنجا غذا میشد، نصف شیر میشد. بنابراین گاه ها مشکلی ها ایجاد میشد. ولیکن اکثر زنهای سالم وقتی که فرزند دارند، فرزند شیرخواره دارند، حیض نمیبینند، برای آنکه این حیض آنها مبدل به شیر میشود. فتبارک الله احسن الخالقین. مبارک است الله تعالی که بهترین آفریدگاران است. الله تعالی بهترین سازنده است. جل جلاله و تقدست اسماؤه. انسان را در بهترین صورت آفرید.